به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی بینندگان محترم تلویزیون امروز. دوستای عزیز، گفتگوی ویژه داریم با جناب آقای نبیل مسکینیار، یک تن از فعالین رسانه‌ای کشور ما و شما که مدت هاست مهاجر هستند، به عنوان یک شهروند آمریکایی در داخل آمریکا یک تلویزیون دارند. در گام نخست چون هفته شهید است، از جناب خودشان خواهش میکنیم که به شکل کوتاه خودشان را و فعالیت‌هایشان را برای شما به معرفی بگیرند. بعداً صحبت‌های در مورد هفته شهید و قهرمان‌های ملی مردم افغانستان همراهشان صحبت‌های می داشته باشیم. بفرمایید جناب مسکینیار. بله، تشکر بسیار لطف کنید، مهربانی کردین. طور که شما گفتین، من تقریبا از 32 سال به این طرف است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنم. مدت افتخار سهمگیری در جهاد مردم افغانستان داشتم از طریق گردانندگی یک برنامه رادیویی به نام صدای مسلمانان مجاهد و متحد افغانستان. بعدا به مدت من مشاور بودم در رادیو آزادی و تقریبا 22 سال به این طرف از خودم یک شبکه تلویزیونی را به نام آریان افغانستان در ایالات متحده آمریکا برآورده انداختم. تشکر، سلامت باشین. در مورد جهاد افغانستان شما اشاره کردین که گفتین یک رادیو هم در این خصوص داشتین. ما در همین روزها در هفته شهید قرار داریم، به خصوص قهرمان ملی کشور ما که برای تمام کشور ما خدمت کرده بودند، شهید احمد شاه مسعود، در این روزها توسط نوکران اجانب به شهادت رسیده. در مورد شخصیت از اونا و دوستای دیگه که در دوره مقاومت و جهاد شهید شدن، نظر شما چی است؟ به خصوص شخصیت ملی ما احمد شاه مسعود. بله، تشکر بسیار. من طور که پیشتر گفتم بر مدت 5 سال افتخار گردانندگی یک رادیو را داشتم. رادیو شخصی من نبود، رادیو بود توسط حکومت مصر برای مردم افغانستان، برای مجاهدین افغانستان برای انداخته شده بود. طور که شما میگین در جهاد افغانستان البته قهرمانایی بودن که اینا زحمات زیاد کشیدن تا جایی که نامشان با خطوط زرین در صفحات تاریخ افغانستان درج است و زینت بخش تاریخ افغانستان است. به خصوص در مورد شهید احمد شاه مسعود نظر شما چیه؟ بله، شهید احمد شاه مسعود از جمله فرماندهان سرشناس جهاد افغانستان بود، یا به عبارت دیگر بهتر بگویم اولین قهرمان بود که در سطح جهانی مخصوصا در دوران جهاد بر حق مردم افغانستان علیه اتحاد شوروی سابق افتخارات زیادی کمایی کرد. و فعالیت‌های از اونا و همسنگرانشان در دوره مقاومت، زمانی که طالبان به عنوان لشکریان ISI، لشکریان القاعده، هر گوشه وطن ما را مورد ظلم و ستم قرار داده بودند. گرچه تمام ملت افغانستان در مقاومت ملی ما سهم داشتند، ولی نقش شهید احمد شاه مسعود و گروه ایشان پررنگتر بود نسبت به دیگرها. در این خصوص اگر به شکل مشخص صحبت کنین. طور که شما بیشتر فرمودید، در جهاد مردم افغانستان تمام اقشار جامعه افغانستان سهم داشتند. قماندان احمد شاه مسعود به عنوان الگوی مقاومت افغانستان نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج از افغانستان یک آدم شهرت بسزا داشت و در جهاد افغانستان نقش بسیار کلیدی داشت. یک شخص بود که در برابر هجوم خارجی ها مخصوصا گروه نابکار طالب ایستادگی کرد و مقاومت کرد. جناب مسکینیار صاحب، یک مشکل عمده که مردم ما و شما دارن اینمی که بعضی از حلقات مفتخور همیشه کوشش کردن با استفاده از تئوری تفرقه بنداز حکومت بکن، کوشش کرده در بین مردم افغانستان به نام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، شمال، جنوب، سنی و شیعه تفرقه بندازن. در این خصوص میخوایم کم نظر شما را من حیث یک فعال رسانه‌ای بشنوم. ما یک واقعیت میخواد براتون بگویم، شاید قبول کنین یا نکنین. برای من در طول زندگی هیچ وقت مطرح نبوده که مربوط کدام منطقه افغانستان بود یا کدام منطقه افغانستان است. من افغانستان را در چوکات یک افغانستان میبینم، صرف نظر از اینکه کی مربوط کدام منطقه افغانستان است. برای من هر کس که از افغانستان است، به شمول حتی اهل هنود افغانستان، کلیمی های افغانستان یا یهودای افغانستان که فعلا مهاجرت کردن، همه افغان هستند و هیچ کس نمیتونه هیچ یک از اقوام افغانستان یا به اساس نفوذ یا به اساس سهمگیری در جهاد بگه که اینا افغان نیستن و یا که در جهاد افغانستان سهم نداشتن. به هیچ جای شک و شبه نیست. امروز تاریخ، نه تنها تاریخ افغانستان بلکه تاریخ جهان شاهد است که گروه مقاومت به رهبری قماندان احمد شاه مسعود زحمات و
جانفشانی های حماسه آفرین را در راه احیای آزادی در افغانستان انجام دادن و این ما باعث افغان به این مباحث و افتخار میکنم و عرض میگذارم. ولی در کنار شهید احمد شاه مسعود بزرگای مثل جناب مارشال فهیم، استاد عبدالرب رسول سیاف، جناب استاد عطا محمد نور، بزرگای مثل استاد ربانی در رأس حکومت بودن. تلویزیون را که شما مسئولیتش دارین و مالکیت شما دارین، گاه در مورد این بزرگا بعضی چیزایی را با آدرسشان گفتن، حتی با آدرس دکتر سیب عبدالله به عنوان یکی از یارای قهرمان ملی. این به نظر شما کدام گپ شخصی شماست یا ای که بعضی از نهادها یا شبکه‌های استخباراتی شما را وادار میکنه به اینکه این کارا را بکنید؟ برای خوشبختانه که در ایالات متحده آمریکا مسئله ارتباط با سازمان‌های استخباراتی هیچ مطرح نیست. ولی در اون کشور، در اون مملکت اگر ثابت شود که یک نشریه، یک روزنامه، یک جریده رابطه با کشورهای خارجی داره، او حق، یعنی یگانه دلیل خواهد بود برای اینکه حق تابعیت او آدم گرفته شود. و اما در مورد نشرات تلویزیون آریان افغانستان شما میفهمید که ما کدام منبع تمویل کننده نداریم. ما در روز 4 ساعت برنامه را خودمون تهیه میکنیم، متبقیش پرودوسرها یا اشخاص هستند که ساعت برنامه را خریداری کردن. ولی با نظر داشت آزادی مطبوعات و امکاناتی که امریکا برای در راه آزادی بیان داده، امکان داره بعضی پرودوسرها، بعضی برنامه‌گذارا، البته نظریات شخصی خود وقتا مورد بحث قرار میدن، او هم اکثرا با مخالفت بینندهایی که زنگ میزنن مواجه میشه. یعنی شما میخواین بگوین که حکومت ایالات متحده آمریکا برای شما یا برای پرودوسرایتان یا برای تلویزیون شما به شکل مستقیم یا غیر مستقیمش یک مقدار فن میته که گویا در بین مردم افغانستان به نام تاجیک و پشتون اینا تفرقه بندازه؟ پس چرا تا به حال از طریق تلویزیون شما برنامه که نقد کنه دوره حکومت ظاهرشاه را به نشر نرسیده؟ همیشه کوشش کردین که در وصف اونا بوده باشین ولی مقاومت ها و مجاهدین مردم افغانستان را بکوبین. این تاریخ افغانستان تاریخ 10 سال نیست، تاریخ 20 سال نیست. تاریخ معاصر افغانستان بعد از جمهوری مسعود است. در 200 سال گذشته، در 200 سال گذشته افراد و اشخاص بودن در افغانستان آمدن مثل عبدالرحمن خان یا دیگر یا اینا که مرتکب خیانت‌ها و جفاها در حق مردم افغانستان شدن. کاملا حتما شما به این موافق هستین. بنابراین ما یک برنامه تاریخی نداریم که فقط دوره‌های مشخص تاریخی را مورد بررسی قرار بدیم. ولی بارها ما شنیدیم که تلویزیون شما یک مجموعه خاص از مردم افغانستان سقوی خطاب کرده. می‌خوایم در مورد کوتاه در مورد خود شخصیت حبیب الله کلکانی بگوییم. ما خودم شخصا حبیب الله خان کلکانی را از طریق تاریخ میشناسم. بله. و 32 سالم در افغانستان نبودیم. البته یک چیز واضحه است، هر کسی که زمامدار باشه، هر کسی که زمام امور یک کشور به دست داشته باشه، او هر چیزی میخواد به مذاق خود یا بر وفق مرام و آرزوی خود. اگر خلاصه بگویین که نادر خان و حبیب الله کدام یک از این به نفع ملت و بهتر بوده، خیلی کوتاه. تو این بسیار مشکل است، برای اینکه ما خودم دوره نبودیم و دوره سلطنت نادر خان فرض کن 4 سال بوده و من زادی و دوره نیستم. اما در تاریخ هیچ امکان نداره که یک زمامدار اگر به شمول حامد کرزی، شاید حامد کرزی بسیار من خیانت‌های مرتکب شده باشه یا سایرین، اما امکان نداره که در دوره زعامت خود یک آدم کارهای مثبت انجام نداده باشه. و من هیچ وقت رد نمی‌کنم که در وقت حبیب الله خان کلکانی کارهای مثبت انجام. میاییم دوباره در مورد شخصیت جناب مارشال فهیم و استاد سیاف. بارها تلویزیون شما این بزرگوارا را به نام از اینکه اینا در دوره جهاد و مقاومت بودن، به نام دزد، جنایتکار، نمیفهمم خیلی گپای دیگه را حتی شما پیشتر یاد کردین، همینجا ما ثبتش داریم که گفتین دار و دسته احمد شاه مسعود افغانستان را به طرف تجزیه می بردن، همین طالبا بود که جلوش گرفت. چون ما حتما اون ساوند شما را در نشر میگیریم، تمام بینندای ما میبینن. در این قسمت شما ببینید طالبی که مزدور بود، طالبی که چهرهش، نامش و فکرش فکر مزدوری بود. شما پیشتر گفتیم که طالب از تجزیه افغانستان جلوگیری کرد. آیا گفته قبلیتان نقص میکنین یا ما گفتهتان به نشر میسپاریم؟ من میخوایم بگم که طالب نه به خاطر ائتلاف شمال یا جمعیت اسلامی یا شورای نظار نجات داده.
افغانستان خود ما، شما خودتان شاهد هستین که زمان طالبان که اسپین بولدک آمدن، استاد ربانی مثلا اینا رو خیلی مقدم گفت. ولی خودت به عنوان یک فعال رسانه‌ای در دوره مقاومت مردم افغانستان در مقابل جنایتکارای طالب، چقدر نقش مقاومتگرا را تانستی برجسته کنی؟ شما میتونین از طریق برنامه محمد شما از طریق برنامه محمد رضا شاهد از این باشین که من چقدر بر ضد طالبا من تبلیغ میکنم. در هفته گذشته 3-4 ویدیو ما به نمایش گذاشتم که طالبا با استفاده از اسلحه‌ای در دست خود داشتن اطفال بیگناه را اینا به جرم جاسوسی اینا را از بین بردن. دیگه در موردی که شما در مورد عامر صاحب مسعود، مارشال صاحب فهیم، استاد صاحب و بعضی اسنادهای جعلی را شما همیشه مهر نشر کردین، در این قسمت چی گفتنی دارین؟ ما در این مورد براتون بگم که متاسفانه همین تکنولوژی که تازه آمده، در تکنولوژی حتی تصاویر میسازن، ویدیو را میسازن. ما اطمینان دارم که اکثر این اسناد که آمده این درست نیست و هر چیزی که علیه شهید عامر صاحب مسعود و یارانشان و همسنگرایشان از طریق تلویزیون آریان افغانستان به نشر رسیده، ما معذرت میخوایم. سلامت باشین. پس برای بینندای آریان افغانستان چی میگن که اینا مدت طولانی چندین سال، یعنی همیشه از آدرس تلویزیون شما مقاومتگرای مردم افغانستان تخریب شدن، برای از اونا چی پیام دارن؟ ما پیامم است که ما از مردم افغانستان معذرت میخوایم. ما هر خبط و خطا و کوتاهی و اشتباهی که کردیم به این وسیله از مردم افغانستان معذرت میخوایم و امیدوار است مردم افغانستان، ما اطمینان دارم اونا با بزرگواری که دارن این بنده حقیر فقیر میبخشن. در مورد موضع‌گیری‌های قومی که گاه من ندارم. شما بارها داشتین؟ نه ندارم. و همچنان طوری که من پیشتر گفتم، امروز افغانستان شرایط است که هر کس، مثلا کشورهای خارجی اینا میخواین به نفع خود بهره برداری کنن. کسایی که مورد حمایتشان نباشه، به شمول استاد سیاف، به شمول استاد ربانی، ما به شخصا به استاد ربانی ما احترام خاص دارم. همین چند ماه پیش ما یک رابطه قایم کردیم برای اینکه اگر برنامه‌شان از افغانستان نشر کنیم و سایر همسنگرای قماندان شد صاحب احمد شاه مسعود، به شمول وزیر صاحب داخله، به شمول وزیر صاحب سابق دفاع و شخص آمد کرده، ما معذرت میخوایم اگر از طریق تلویزیون یک تصویر از وزیر صاحب داخله شما قبلا گفته نشر کرده. او تصویر در یوتیوب یک کس انداخته بود، ولی هر چیزی که در یوتیوب میفته به معنای دقیقاً ما بیشتر رد کردم. گفتم که اکثر این چیزا که به یوتیوب میندازه کار ساختگی است و ما اطمینان دارم که تصاویر و عکسایی که میندازه کار ساختگی است و ما بازم براتون میگم که ما بیس مسئولم این تلویزیون، ما از مردم افغانستان، از گروه مقاومت و از شخص شما معذرت میخوام. سلامت باشین، زنده باشین، سفرهای خوش و خوش در افغانستان براتون. زنده باشین. تشکر. اونا یک موتر روان کردن و ما چون دید و بازدید به اصطلاح به توسط آقای بشردوست تدارک دیده شده بود، بنابراین من لازم ندیدم که همراه خود کس دیگر رو ببرم. من خودم با موتر یا وسیله نقلیه که فرستاده بودن به اونجا رفتم. برای مدت 1 ساعت اول اینا از ما پذیرایی بسیار گرم کردن، اما بعد از اینکه ما غذا خوردیم دیدم 2 کمره تلویزیونی در اتاق آمد، در اتاق کار نجیب الله کابلی و نجیب الله کابلی 180 درجه تغییر گفته مردم جهت داد، موقف داد، شدیدترین کلمات و دشنام‌ها را نثار من، نثار قوم من، نثار سایر اقوام افغانستان که ما مربوط هستیم یادم کرد و ضمن یادم گفت که تو در نشرات تلویزیونی همیشه غیبت میکنی، همیشه بد میگی. در مورد رهبرای مقاومت ملی منظورش آقای ربانی بود، آقای مسعود بود، آقای سیاف بود، دکتر عبدالله بود، احمد زیا مسعود بود، عبدالولی مسعود بود و سایر و جنرال قاسم فهیم. خب در امی جریان البته آقای بشردوست هم با شما بود، شاهد صحنه بود؟ آقای بشردوست فقط امین زمینه سازی کرد و من نمیخوایم بگم که آقای بشردوست در این مسئله دست داشته. خب وقتی تهدید شدین، ببخشید که من حرفتون رو قطع میکنم، وقتی تهدید شدین به این گونه بر اساس آنچه که به شما به گفته خودتان گفته شد در مصاحبه چنین چیزی کردین، امو حرفا را گفتین در مصاحبه؟ بله، ما در مصاحبه فقط آنچه که گفتیم است که ما گفتیم که ما اگر علیه رهبرای مقاومت درست نگفته باشم یا غلط گفته باشم یا جنبه عوام فریبانه داشته باشم از مردم افغانستان معذرت می‌خوایم گفتیم. اما با وجود تمام تلاش‌هایی که کردن، با وجود دشنام‌هایی که دادن، با وجود تهدیداتی که اینا کردن، ما قطعاً
در این مسئله اشاره نکردم چون حقیقت نداشت که من میگفتم که مرا آیسایی پول میده و یا که امریکا مرا پول داده که علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کنم. خب جناب مسکینیار، با معذرت که من حرفتان قطع میکنم، باز هم گفتین نجیب کابلی شما را تهدید کرد که به اصطلاح ضد ایران تبلیغ میکنین، اما شاید در جریان باشین که خود نجیب الله کابلی با یک چهره ضد ایرانی شهرت داره و چند قبل هم از سوی حلقات مشخص در درون کابل و افغانستان سخت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی در مطبوعات ایرانی او را به دست داشتن با کشورهای ضد ایران متهم کردند. ولی برای ما خودم شخصا حتی در تلویزیون خود از آقای کابلی من حیث یک شخص ضد نفوذ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ما از یادم یادآوری کردیم، اما خدا شاهد است که این آدم ما وقتی که صحبت ها را کرد برای ما کاملا عجیب بود. شما ببینید آقای صدیقی، وقتی کسی که از مقاومت به زعم خودشان دفاع میکنه، وقتی که کسی تلویزیون خودش توسط همین گروه ها تمویل میشه، این به هیچ وجه نمیتونه ضد جمهوری اسلامی ایران باشه. از همین لحظه بر من ثابت شد که آنچه که کابلی تظاهرات را برای انداخته بود و آنچه بد و بیرای در مورد ایران میگفت، این کلش غلط است، این کلش اصلا کاملا عوام فریبانه است، وی کاملا جنبه نمایشی داشته. خب شما گفتین جناب مسکینیار با معذرت، شما گفتین تحت فشار او هم با میل تفنگ مجبور به گفتن حرفای شده بودین. چگونه تونستین مقاومت بکنین؟ اولین عکس العمل شما چی بود؟ آنچه که ما گفتیم که ما از شما معذرت میخوایم و آنچه که ما گفتیم این مسئله را هم گفتیم که بعد از اینکه من برم قطعا بر علیه شما صحبت نمیکنم. این وعده ها را برشان سپردم و برای من دست خود پیش کرد نجیب کابلی که بگی دست من ماچ کن، من دستش ماچ کردم و وقتی که قرآن شریف رفت آورد و پیش من ماند که تو که از اینجا میبرایی امیل از قسم بگو که دیگه تبلیغ علیه رهبرای به زعم خودشان مقاومت نمی‌کنی. خب این همه ماجراها آنچه که قسم میکنین تا حالا ثبت باید شده باشه، به خاطر گفتین 2 کمره به گفته خودتان آمد و شما ثبت شده. بله، به اساس راپوری که بر من رسید از کابل گفتن از مصاحبه که 20 دقیقه یا 25 دقیقه من انجام داده بودم و هیچ چیز جز مسئله معذرت خواهی چیز دیگه از اون نیافتند. آیا این مصاحبه تا نشر هم شده آقای مسکینیار؟ بله، این مصاحبه دیشب نشر شد. برای مدت از 20 دقیقه یا نیم ساعت مصاحبه کامرا نکرده بودن. مجموعاً 7 ساعت ما در بازداشتشان به سر بردم. فقط 11 دقیقه اینا ثبت کردن که 11 نشر کردن که 11 دقیقه حاوی همین مسئله بوده که ما گفتیم که ما از شما معذرت میخوایم و در آینده این کارا نمیکنیم. میخواستن با این تهدیدی که به گفته خود شما بر شما شد چه چیزی را ثابت بسازن، چه چیزی را برملا بسازن؟ شما سمت رسمی هم در افغانستان ندارین و صرفا یک گرداننده برنامه تلویزیونی هستین، او هم در داخل افغانستان نه بلکه خارج از افغانستان. خب درست است آقای صدیقی، ما یک گرداننده از شان از نگاه شما ما هم یک گرداننده یک تلویزیون باشم، اما امروز ما فکر کنم موقف ما و موقعیت ما بالاتر از یک گرداننده یا یک برنامه ساز باشه. یه باید شما مراجعه کنین به افکار مردم و سوال کنین. برای اینکه من برای علاوه که یک تلویزیون مسئولش هستم، ما در مدت مخصوصا 5 سال اخیر ما فعالیت‌های بسیار چشمگیر سیاسی در داخل و خارج افغانستان داشتیم، از جمله تأسیس حزب وحدت افغان ملی وحدت در افغانستان. یک ژورنالیست به نظر شما در چه حد میتونه فعالیت‌های حزبی و سیاسی بکنه؟ والا ما اگر شما خواسته باشین که این دو موضوع رو با هم یک جای کنیم، من در حالت فعلی افغانستان بی‌طرف نیستم در رابطه با قضایای افغانستان. موقف ما و موقعیت ما بالاتر از یک برنامه‌ساز تلویزیونی. خب چرا باید شما تهدید می‌شدین؟ آیا حقیقتا در تلویزیونتان گروه خاص را مورد انتقاد و تاخت و تاز قرار داده بودین؟ در شرایط فعلی در افغانستان هیچ کس نمیتونه به تفاوت کنه. تلویزیون ما تلویزیون شخصی است و ما زیر تاثیر هیچ کدام حکومت یا شخص یا جناحی نیستیم. اما انتقادهای بر شما هم وارد هست جناب مسکینیار که مثلا گاه اصول ژورنالیسم را مراعات نمیکنین. مثلا شما خودتان از مخالفت با گروه موسوم به ائتلاف شمال در گذشته سخن گفتین در تلویزیون و کلمات را استفاده کردین که برخی ها میگن نباید استفاده شود و یک نوع در واقع
خلاف اصول ژورنالیسم هست و به اصطلاح عفت کلام را شما هم در نظر نگرفتین در برخی از برنامه‌هایتان. چقدر این موضوع را تایید میکنین؟ تا جای امریکا موافق هستم و هنوز هم معتقد به می هستم که یک صدا باید مردم داشته باشه. مردم یعنی او اکثریتی که نمیتونن اراده خود تمثیل کنن، او اکثریتی که نمیتونن آواز خود بلند کنن. ما رادیو آزادی نیستیم، ما رادیو آشنا نیستیم، ما رادیوی دولتی افغانستان نیستیم، ما رادیو با هیچ یک از مؤسسات رسمی داخلی و خارجی رابطه نداریم. ما که ادعا میکنیم صدای مردم هستیم، ما که ادعا میکنیم سیمای مردم هستیم، ما باید دردهای مردم بیان کنیم، ما باید واقعیت ها را بگوییم.